ما همدیگر رو با اشتباه پذیرفته ایم. اجازه ندیم که کسی تو ما نفوذ بکنه برای بدبین کردن ما نسبت به برادرمان، که طول شب میخواهیم برای نماز صبح بلند بشیم، نمیتونیم از بس که خودخوری داریم میکنیم. یکی از عواملی که توفیق کار خیر از انسان گرفته میشود همین اخبار نادرسته که میارن انسان منفعل میشه و خودخوری میکنه، دیگه دستش به هیچ کار خیری بند نمیشه، فقط زمینه شر و پرورش شر و ابتکار شر رو در ذهنش ایجاد کرده، فقط میخواد شر آفرین باشه، شب و روز نداره. حیف سرمایه ها به هدر میرن. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. یک روزی حضرت ابوذر رضی الله عنه به بلال گفت یا ابن السودا، ای بچه سیاه، ای سیاه زاده. از دهانش در رفت، چطوری در رفت خدا میدونه. تو شهر مدینه در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم در جمع یاران انصار و مهاجر گفت یا ابن السودا، مؤذن رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای سیاه زاده. حالا کجا میبری ابوذر رو؟ پشیمان شد، عذاب وجدان پیدا کرد، مضطرب شد. چه از دهانم اصلا چه از من گرفت این ابلیس؟ یا ابن السودا. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت ابدا اول جاهلیت و انا بین اظهرکم، دوباره نعره ها و شعارهای جاهلیت، من هنوز زنده ام بین شما. ابوذر ناراحت شد، گفت ای برادر، من از خودم و عذاب وجدانم رهایی پیدا نمی کنم، راضی نمیشم تا این که بخوابم رو خاک، تو با این نعلینی که روی نجاست تو خاک راه میری بکوبی تو پیشانه من تا دیگه چنین غلطی نکنم و درسی باشه برای همه. بلال آمد ایستاد در مقابلش، با چه ادبی و چه عاطفه‌ای و چه احترامی رو کرد به برادرش که اشتباه کرده بود در حقش. گفت یا اخی، ای برادر، لم اکن لاقع باقدامی علی وجه سجد لله، من کسی نیستم که با این نعلینی که روی خاک راه می رود و نجاست بکوبم یا بگذارم بر پیشانی که این پیشانی برای خدا سجده کرده. یک سفری رفتیم به یکی از روستاهای اطراف لار، یک جمعه یکی از تجار بزرگ اون منطقه نشسته بود. این خیر میگفت من تاجر بودم اما خیر نبودم. از کجا متحول شدم؟ از برکت منبر جمعه صحبت میکرد که این منبر چقدر برکت داره وقتی انسانهای با برکت روی منبر قرار میگیرن. میگفت یک روز خطیب روی همین منبر یک کلمه گفت، مرا از این رو به این رو کرد. میگفت من از این منبر خیر دیدم، من تاجر بودم خیر نبودم. وقتی انسان خیر نباشه مد نظر خدا نیست. خدا که چشمش به مال تاجر نیست، که خدا چشمش دنبال انسانی است که خیر باشه و کل فرشتگانشو میگماره که فیلم برداری از خیر بکنن. این تاجر میگفت که من از این منبر خیر دیدم و کسی حق نداره روی منبر رسول الله غیر از خیر حرف بزنه، غیر از خدا و رسول خدا و کتاب و سنت حرف بزنه. این منبر برای جاه طلبی نیست که من درباره خودم صحبت بکنم. بعضی خطبا وقتی میرن روی منبر عقده‌ای هستن، هر کس تو جامعه یه چیزشون گفته حالا میخوان چیه همونجا تو نماز جمعه دلشون رو خالی بکنه. اگه دوباره جوابش داد دوباره جمعه دیگه میاد فکر میکنه این منبر برای کوبیدن مردمه. این منبر هدایته، منبر خیره.